اگر به شما لغتنامه را که 20,000 کلمه دارد پیشکش نموده درخواست نمایند تا یک کلمه نو برای آن اضافه نمایید، قبل از همه چی باید کرد؟ برای اضافه یک کلمه نو لازم است که همه کلمه های لغتنامه را از خود نمایید، زیرا بدون آگاهی پره از کلمه های این لغتنامه نمیتوان کلمه نبوده را اضافه نمود. همینطور اگر از شما درخواست شود تا در لغتنامه که 7 میلیارد کلمه دارد همه روزه 350,000 واژه نو اضافه نمایید، آیا توان این را دارید؟ البته نه. برای انجام این کار بدون استفاده از کامپیوتر مشغول شدن چند نفر لازم است؟ علاوه بر این، اگر به این نفران باز میلیون عدد لغتنامه های گوناگون داده از آنها درخواست شود تا هر روزه در یک آن 100,000 واژه و در دیگر 500,000 و در سومی 1,000,000 بلکه میلیارد واژه نو را اضافه نمایند، آیا توان آن را دارند؟ حالا اگر به طور کامل انجام شدن این حالت را مشاهده نمایید و در میلیون ها لغتنامه هر روزه اضافه شدن هزارها و میلیون ها واژه نو را با چشم خود بینید، آیا می توانید آن را تصادفی ارزیابی نمایید؟ البته نه. بر این اساس جنس انسان نیز مثل یک لغتنامه است. اگر هر فرد را همچون یک کلمه اعتبار دهیم، لغتنامه بشر گویا از 7 میلیارد کلمه عبارت است. در این لغتنامه هر شخص از نفر دیگر فرق می کند و هر روزه 350,000 کلمه نو به آن اضافه می گردد. آره، هر روز 350,000 انسان تولد می شود که هر نفر چهره خاص خیش را دارد. عجبا! آیا با وجود آمدن این لغتنامه و هر روزه اضافه گشتن 350,000 کلمه نو می تواند تصادف باشد؟ دانشمندان تا امروز در روی زمین حدود میلیون نوع فرق کننده موجودات را از قبیل پرنده ها، ماهی ها، گول ها، درختان، حشرات، حیوانات و غیره کشف نموده‌اند. اگر هر نوع موجودی را به یک لغتنامه تشبیه نماییم، می توان گفت که در روی زمین بیشتر از میلیون لغتنامه گوناگون وجود دارد. از میان این لغتنامه ها بیایید تنها به لغتنامه مگس نگریم. تنها در فصل بهار عدد مگس های پیدا شده از عدد انسان ها از زمان آدم علیه السلام تا روز آخرت هم بیشتر است. آیا تنها خیل های لغتنامه مگس را می توانید تصور نمایید؟ حال آنکه هیچ کلمه این لغتنامه به پررگی به هم مانند نیستند، یعنی هر مگس از مگس دیگر فرق می کند. عجبا! آیا امکان دارد که بیشتر از تریلیون مگس خود را آفریده و برای خود شکل‌های از یکدیگر فرق کننده انتخاب کرده باشند؟ آیا این را تصور کردن ممکن است؟ همینطور ریزه‌های برف نیز مثل یک لغتنامه است. البته عدد کلمه‌های این لغتنامه را با رقم افاده کردن ناممکن است. شکل کلمه‌های این لغتنامه نیز از یکدیگر فرق دارند. بله، شکل هر دانه برف از دانه دیگر فرق می کند و باز آنها مثل دانه های برف قبلی نیستند. دانه های برف را که به حجم ناخن بوده از یکدیگر فرق دارند، به جز آفریدگار یکتا کی می تواند آفرد؟ بیایید دیگر لغتنامه ها را کنار گذاشته تنها لغتنامه انسان را به نظر آورده به شکل روی انسان اندیشه نماییم. چهره انسان از یک پاره ماده عادی آفریده شده است. از هر این پارچه ها احتمال زیادی تشکل یابی چهره وجود دارد. انتخاب شوی مناسب ترین شکل چهره از میان احتمال های بیشمار عقل ها را به حیرت می آورد. اصل چهره انسان از پوست،
دو چشم و اندک مایچه ها عبارت است. اگر طفل نوزاد را نبینیم، آیا تنها با دیدن آن ماده ها به وجود آمدن چنین چهره زیبا را تصور نموده می توانیم؟ تنها از گوشت و پوست تصویر نمودن چهره های گوناگون انسان کار سهل و ساده نیست. زیرا سیمای انسان دارای صنعت عالی است و عضوهای چهره انسان علاوه بر آن صنعت زیبا وظیفه های بیشمار دارند. اگر دیگر خصلت‌های چهره را کنار گذاریم، آیا تبسم، پریشانی، محبت، ترس، خنده و دیگر معناها که در چهره انسان نمایان می‌گردند به اندازه شکل چهره حیرت آور نیستند؟ همانطوری که آب بحر را در یک جام جای کردن مشکل باشد، تمثیل نمودن روح انسان در سیمایش نیز دشوار است. هنگام تراشیدن یک هیکل عادی برای نمایان ساختن چهره آن گاه سالها طول می‌کشد. حالان که هر ثانیه 4 انسان و روزانه 350,000 انسان با چهره‌های گوناگون آفریده می‌شوند. وقتی مانندی دوگانیک و یا سه‌گانیک را می‌بینیم به حیرت می‌افتیم. آیا مانندی دو چهره حیرت آورتر است و یا دیگرگونی میلیاردها انسان؟ آیا دیگرگونی چهره ها حیرت انگیزتر نیست؟ کیست آفرنده این چهره های گوناگون؟ کیست سازنده چهره زیبای حیرت آور؟ کیست آفرنده چهره افاده‌گر معناهای بیشمار؟ کیست آن ذاتی که عضوهای چهره را به طور اعلی ساخته است؟ به چشمان دیدن را، به بینی بوییدن را، به زبان چشیدن و به گوشها شنیدن را کی آموخته است؟ پاسخ همه این پرسش‌ها یک است. صورت بخش الله تعالی است. آره، مثل چهره انسان دیگر موجودات نیز از چکره باران تا دانه برف، از گل بابونه تا گل کرنفیل، از ایز انگشت تا گوهرک چشم، از مورچه ها تا ستاره های آسمان و از ذره تا سیاره ها، هر موجود با شکل و صورت خاص خود آفریده شده است. صورت و جسم گوناگون هر مخلوق گواه هستی و یگانگی خداوند دانای و نیرومند و صاحب اراده است.